در قلب پاریس، جلوی چشم صدها گردشگر، بزرگترین سرقت تاریخ موزه لوور رقم خورد. 4 مرد نقابدار وارد شدند و جواهرات سلطنتی را ربودند، در حالی که سیستم امنیتی فلج شده بود. اما سوال اینجاست، چه کسی دستور این سرقت را داد؟ تا آخر ویدیو بمون چون پایانش غیر قابل باوره. همین حالا سابسکرایب کن تا هیچ قسمت رو از دست ندی. خوش آمدید ناظرین. صبح 19 اکتبر سال 2025 موزه لوور طبق برنامه معمول برای عموم باز شد. نگهبانان در موقعیت خود بودند و گردشگران از سراسر جهان وارد موزه می شدند. ساعت 8:30 صبح بود و 30 دقیقه از باز شدن موزه گذشته بود که ناگهان در سمت رود سن حرکتی غیر عادی دیده شد. کامیونی مخصوص حمل مبلمان کنار دیوار موزه توقف کرد، اما هدفش مبلمان نبود. 4 مرد با جلیقه‌های زرد و نارنجی شبیه کارگران ساختمانی از کامیون پیاده شدند، اما صورتهایشان با نقاب پوشیده بود. 2 نفر از آنان لفت مکانیکی را بالا بردند تا به بالکن طبقه اول برسند، جایی که گالری آپولون محل نمایش گنجینه سلطنتی فرانسه قرار داشت. اما برای ورود مانعی بزرگ بود، دیوار ضخیم شیشه‌ای. آنها دستگاه برش صنعتی را از کیف بیرون آوردند و در چند ثانیه شیشه را بریدند و وارد شدند. در این هنگام آژیر امنیتی به صدا درآمد، ولی دزدان بدون توجه نگهبانان را با ابزار برقی تهدید کردند و کارشان را ادامه دادند. نگهبانان فوراً گردشگران را از سالن خارج کردند و فضای ترس و هرج و مرج ایجاد شد. یکی از شاهدان گفت مردم نمی‌دانستند چه می‌گذرد. در حالی که پلیس و کارکنان سعی در تخلیه موزه داشتند، 2 دزد با خونسردی شیشه ویترین‌ها را شکستند. نه قطعه گرانبها برداشتند و از همان سوراخ شیشه به بالکن برگشتند. پایین 2 همدست دیگرشان با اسکوتر منتظر بودند. آنها به سرعت پایین آمدند، سوار شدند و گریختند. کل عملیات از توقف کامیون تا فرار تنها 8 دقیقه طول کشید. هنگام خروج خواستند کامیون را آتش بزنند تا مدرکی نماند، اما یکی از کارکنان شجاع مانع شد. سپس از کنار رودخانه به جاده پیرفریک و بزرگراه ایشش رفتند و از پاریس گریختند. این سرقت روز روشن برای فرانسه لکه‌ای غیر قابل تحمل از رسوایی بود. اما پرسش این است که از موزه در واقع چه چیزهایی دزدیده شد؟ دزدان کدام اشیا را هدف قرار داده بودند؟ وقتی میزان خسارت مشخص شد، سراسر فرانسه در شک و اندوه فرو رفت. اشیای سرقت شده نه تنها ارزش مالی داشتند، بلکه از نظر تاریخی و فرهنگی بی قیمت توصیف شدند. وزارت فرهنگ اعلام کرد که از موزه لوور مجموعاً 8 قطعه گرانبها دزدیده شده است. شاید بپرسید چرا نه؟ بله، در ابتدا دزدان 9 قطعه برداشتند، اما هنگام فرار یکی از آنها در خیابان افتاد. آن شی تاج امپراتریس اوژنی بود که 170 سال قدمت داشت. اوژنی همسر ناپلئون سوم بود و این تاج در سال 1855 به سفارش او ساخته شد. وقتی دزدان می‌خواستند تاج را از سوراخ شیشه بیرون بکشند، به دلیل کوچکی سوراخ بیرون نیامد و با زور بیرون کشیدن آسیب دید و سپس هنگام افتادن روی زمین خط و خش برداشت. مدیر موزه بعدها گفت شاید بتوان آن را تعمیر کرد، اما خسارت 8 قطعه دیگر جبران ناپذیر است. در میان آنها 1 تاج و 1 سنجاق سینه از امپراتریس اوژنی وجود داشت. همچنین گردنبند و گوشواره‌های زمردی امپراتریس ماری لوئیز، همسر دوم ناپلئون بناپارت نیز در میان اشیای ربوده شده بود. افزون بر آن، تاج، گردنبند و گوشواره یاقوتی ملکه ماری امیلی و ملکه هورتنس نیز سرقت شد، همراه با سنجاقی خاص موسوم به رلیکوری بروچ.
همه این اشیا متعلق به قرن 19 بودند و با هزاران الماس، زمرد، یاقوت کبود و سنگ‌های گرانبها تزیین شده بودند. اینها فقط جواهرات نبودند، بلکه بخشی از تاریخ سلطنتی فرانسه محسوب می‌شدند. طبق برآوردها، طلا، سنگ‌ها و الماس‌های به کار رفته در این مجموعه بیش از 2 میلیون دلار ارزش داشتند. اگر از نظر مالی حساب شود، حتی 1 میلیارد دلار هم نمی‌تواند این خسارت را جبران کند. به همین دلیل آن را بی‌قیمت گفتند. نکته عجیب این بود که دزدان به گرانبهاترین اشیای گالری دست هم نزدند، مانند الماس مشهور ریجنت که به تنهایی بیش از 51 میلیون یورو ارزش دارد. علاوه بر آن، الماس‌های معروف سوسی و هورتنسیا نیز آنجا بودند، ولی دزدان آنها را نادیده گرفتند. به همین سبب گمان می‌رود آنان به سفارش خاصی آمده بودند و دقیق می‌دانستند چه چیز را باید بدزدند. دفتر دادستان پاریس اعلام کرد این زیان ضرر مالی نیست، بلکه ضربه‌ای به تاریخ فرانسه است. اما پرسش اینجاست که چگونه در مشهورترین موزه جهان با وجود امنیت شدید چنین خلایی پیش آمد؟ با آغاز تحقیق افشاگری‌های حیرت انگیزی انجام شد. رسانه‌های فرانسه در گزارش‌های اولیه گفتند در بخشی که سرقت رخ داد، از هر 3 اتاق یکی اصلاً دوربین مداربسته نداشت. بله، در بزرگترین موزه جهان پوشش کامل CCTV وجود نداشت. حتی دوربین‌های خارجی هم بالکنی را که دزدان از آن وارد شدند به طور کامل پوشش نمی‌دادند. اما شوک بزرگتر زمانی بود که ناتالی گوله، عضو سنای فرانسه، به BBC گفت زنگ خطری که به صدا درآمد در واقع سیستم عمومی موزه بود، نه زنگ اختصاصی آن بالکن. سیستم محلی چند روز پیش از حادثه خراب شده بود. اگر آن زنگ درست کار می‌کرد، نگهبانان فوراً از ورود دزدان باخبر می‌شدند. مدیر موزه بلافاصله پس از سرقت این ضعف امنیتی را پذیرفت و استعفای خود را به وزارت فرهنگ تقدیم کرد. اما استعفایش پذیرفته نشد. این سرقت پرسش بزرگی درباره امنیت موزه‌های فرانسه ایجاد کرد. همچنین باید یادآوری کرد که این نخستین دزدی از موزه لوور نبود. در سال 1911 نیز تابلوی مشهور مونالیزا دزدیده شد. یکی از کارمندان قدیمی موزه آن را برداشت، زیر لباسش پنهان کرد و به آسانی از موزه بیرون رفت. تابلوی مونالیزا 2 سال بعد در ایتالیا زمانی پیدا شد که دزد قصد فروش آن را داشت. همین رویداد باعث شد مونالیزا به مشهورترین نقاشی جهان تبدیل شود. پس از آن در سال 1976 از همین موزه شمشیر شاه شارل دهم نیز دزدیده شد. 3 دزد با شکستن پنجره وارد شدند و شمشیر را ربودند که تا امروز پیدا نشده است. آخرین بار در سال 1998 نیز این موزه هدف سرقت قرار گرفت. دزدان در روشنایی روز تابلویی را از قاب بیرون آوردند و گریختند و آن نقاشی هنوز مفقود است. اکنون پس از 27 سال دوباره چنین سرقتی رخ داده است. در حال حاضر بیش از 60 و به گفته برخی منابع بیش از 100 بازپرس روی این پرونده کار می‌کنند. خوشبختانه در روز شنبه 25 اکتبر 2025 پلیس 2 مظنون را بازداشت کرده است که ارتباط مستقیم با این سرقت دارند. پلیس حدود 150 نمونه DNA و اثر انگشت از محل، از جمله از کلاه ایمنی، دستکش و داخل کامیون جمع‌آوری کرد. این 2 مظنون بر اساس تطبیق آزمایش‌های DNA شناسایی و بازداشت شدند که یکی از آنها سابقه دزدی طلا نیز دارد. پلیس امیدوار است همه اعضای باند و طراح اصلی سرقت موزه پاریس به زودی دستگیر شوند. هرچند هنوز اعلام نکردند آیا اشیای مسروقه نزد آنها پیدا شده یا نه.
پس از سرقت موزه تا 2 اکتبر بسته ماند و گالری آپولون همچنان تعطیل است. پلیس میگوید این یک سرقت بسیار سازمان یافته و حرفه‌ای بود و تحقیقات ادامه دارد. از بینندگان عزیز سپاسگزاریم. ویدیو را لایک و به اشتراک بگذارید. دیدار در برنامه بعدی.